سلام، خیلی خوشحالم که این ویدیو تماشا میکنید. میخوایم در مورد یکی دیگه از انواع اقامت، یعنی اقامت کوتاه مدت صحبت کنیم. اگر با ما همراه بوده باشید توی ویدیو قبلی، ما توی ویدیو قبلی میتونید ویدیو نتیجه ببینید. اومدم به قول معروف انواع اقامت توی ترکیه رو معرفی کردم که خب یکی از این انواع در حقیقت اقامت کوتاه مدت بود. حالا با هم ببینیم این اقامت کوتاه مدت شرطش چجوری هستش و چیا شامل چیا میشه و حالا یک سری توضیحات کلی در مورد اقامت کوتاه مدت داشته باشید. فقط جدیداً به جمع پیوستین که کانال رو سابسکرایب کنید، زنگ کانال سابسکرایب فشار بدید که از جدید ویدیو مطلع میشید. نظر سوالی هستش میتونید بچه کامنت با ما در میون بذارید. با ما همراه باشید. خب همونجوری که گفتم به قول معروف اقامت توی ترکیه شما میتونید به چندین نوع مختلف اقامت داشته باشین. یکیش اقامت کوتاه مدت هستش که خود این اقامت کوتاه مدت در حقیقت تو شرط فعلی از 14 زیر مجموعه با تشکیل شده. یعنی شما با هر کدوم از این 14 مورد با استفاده کنید و شامل شما بشه، عملا شما زیر مجموعه همون اقامت کوتاه مدت هست و به شما در حقیقت اقامت کوتاه مدت داده میشه. فقط کاتگوریش فرق میکنه که حالا اون به قول معروف حالا فرقش هم یعنی حالا غیر از شرایط کلی که داره هیچی. کارت کیملیکی یعنی کارت شناسایی به شما میدن یه سری حروف شناسایی داره که اون حروفی که اون کارت هستش نشون میده که اقامت شما چه نوع اقامتی هستش. و یعنی بالای تمام اون کارت ها همشون به بدون استثنا نوشته شده که اقامت کوتاه مدت. ببینید شرایط اقامت کوتاه مدت فقط این هم من بگم. ببینید اقامت کوتاه مدت با اقامت بلند مدت عملا تفاوتش فقط در اینه که این نیاز به تمدید داره تو دوره‌های مختلف و خب اقامت بلند مدت نداره. کلیت تفاوت این دو تا اقامت با هم دیگه این هستش. حالا چیا هستش تو اقامت کوتاه مدت؟ ببینید اقامت کوتاه مدت میگم 14 مورد هست که از این 14 مورد فقط 3-4 تا موردش هستش که فرضاً به احتمال شما میتونید باهاش بیشتر باشید، یعنی با ماها سر کار دارید، حتی در مورد ایرانی بیشتر صادق هستش. و بقیه موارد خیلی موارد خاص و ویژه‌ای هستن که اصلا شاید یعنی تقریبا به یعنی هر کسی شامل قضیه نمیشه و اون کسی هم که اون بهشون میخوره عملا اصلا اون پروسه خاص خودش داره و حالا افراد خاصی هستن و اصلا عملا نیاز به توضیح خاصی نداره، چون اصلا چیزی کسی بتونه در موردش برنامه‌ریزی کنه یا مثلا بخواد بگه مثلا من میخوام از این طریق بیام اقامت بگیرم، اون رو شاید. ولی اینکه مهمترین نوع اقامت کوتاه مدت که در حقیقت از همش هم شاید به گوش بیشتر رسیده باشه و حالا عمومی تر هستش، مخصوصا تو سالهای گذشته عمومی تر بوده، همون چیزی هست که بهش میگن اقامت توریستی. آره، یعنی اقامت توریستی خودش یک نوع اقامت کوتاه مدته و در حقیقت یکی از انواع اقامت کوتاه مدته. مثلا مثل کسی که یک ملک رو میخره، اقامت اونم اقامت کوتاه مدته، اقامت این توریست هم اقامت کوتاه مدت حساب میشه. فقط شرایطش حالا مدت زمانش در حقیقت فرق میکنه. فقط یه چیزی هم هست دیگه، من همینجا اینم بگم. حالا حتما یه ویدیو در مورد این قضیه درست میکنم در مورد این بحث اقامت توریستی، مخصوصا این چیزی که الان خیلی میگن مستقیم میگن که دیگه اقامت توریستی داده نمیشه، اقامت توریستی حذف شد. این یه حرف کاملا غلط و کاملا اشتباهه و هر کسی که این حرفو میزنه یا واقعا اطلاعاتی نداره یا داره نمیخواد اطلاعاتی بده. ببین ما اصلا چیزی نداریم. کشوری که تمام درآمدش از بخش توریسته هیچ وقت نمیاد اقامت توریستیشو حذف کنه. اون چیزی که حذف شده و حالا نمیتونم اینم حذف شدن نیستش، در حقیقت داره اعمال میشه، در حقیقت بر اساس قانون هستش. قانونی هم که از گذشته بوده، فقط گذشته قانونی اجرا نمیشده، الان داره قانون اجرا میشه یه خود سفت و سخت‌تر. فقط این هستش، وگرنه بحث ملغا شدن، نبودن، ندادن نیستش. بحث اینه که شما باید شرایطش داشته باشید که ازش استفاده کنید. حالا میگم من نمیخوام صحبت کنم زیاد، من توی ویدیو در موردش کاملا توضیح میدم. مورد بعدی هستش، مورد بعدی یعنی غیر از اقامت توریستی، اقامت بر اساس خرید ملک مستقلات هست. همین چیزی که الان مثلا در حال شرایط فعلی اینجوری هست که باید حداقل یک ملکی به ارزش یعنی در بالای 200,000 دلار باید خریداری بکنید تا به شما اقامت داده بشه. اونم اقامت در کوتاه مدته. حالا ممکنه 6 ماهه باشه، 1 ساله باشه، 2 ساله باشه، در حسرت اسمش اقامت کوتاه مدت هستش و بعد از یه دوره‌ای شما باید اقامت دوباره تمدید کنید. اقامت با نوع دیگه این اقامت ها هستش که میشه گفت به اقامت درمانی اشاره کرد. اونه که برای یک پروسه درمانی یا یک مدت درمانی خاصی لازمه توی خاک ترکیه باشن.
که اینا هم خب بر اساس اون مدت زمان مورد نیاز برای درمانشون حق موقف موندن توی خاک ترکیه رو دارن. مورد دیگه که میشه بهش اشاره کرد به عنوان اقامت بر اساس بحث امور تحقیقاتی و علمی و تحصیلی و آموزشی و این چیزا هستش که البته بگم بحث علمی و آموزشی منظور من بحث دانشجویی نیست، چون دانشجویی خودش یکی از انواع اصلی اقامته که من تو ویدیو قبلی معرفیش کردم. توی بخش اقامت موقت ما یک بحث آموزشی داریم که خارج از بحث دانشگاه رفتنه، میتونه آموزشگاه باشه، میتونه دانشگاه باشه، میتونه حالا یک دوره چند روزه باشه، یک کورس خاص باشه، یک ورکشاپ خاص باشه. تو این فیلد حالا باز شرایط خودش رو داره و حالا بر اساس زمان مورد نیاز اقامت به شما داده میشه. یکی دیگه هم موردی که هستش که در واقع موردی هستش که میشه گفتش اقامت برای راه اندازی کسب و کار و حالا چیزا مبادرات تجاری و اقتصادی و این چیزا هستش که اینم باز با اون بحثه که حالا بهش اصطلاحاً گفته میشه اقامت کاری که حالا اصلا من در مورد اونم یه ویدیو صحبت کردم که اصلا ما چرا اقامت کاری اصلا نداریم، مثلا چیزی کلا از لفظی اشتباهه. ولی حالا همون چیزی که مربوط میشه به چالش ایزین و این چیزا، اینم باز تو این بحث نیستش. این چیزی که من دارم میگم یه شرایط خاصی داره، جزء اقامت کوتاه مدت حساب میشه. حالا اگر ادامه دار قرار بود باشه و حالا اون بیزینس موفق بود و درست شد و همه اینا، بله وقت در آینده میتونه تبدیل بشه به اون بحث چالش میزینیه. این کلیت انواع اقامت با کوتاه مدت بود میگم که حالا یه سری موارد دیگه هم داره که مثلا فرض بگیم مثلا یک بخش داره که اقامت موقت برای اتباع در قبرس هستش که خب مطمئن شامل به عادی شامل افراد ایرانی نمیشه دیگه. و میگم چند تا مورد دیگه هم داره که حالا خیلی ریز بریز هستش که حالا دیگه اونها من دیگه جا معرفی نمیکنم، فقط من میگم حالا من اینجا براتون مینویسم، اینجا میذارم، میتونید خودتون هم بخونید. حالا اگر نیاز بالاخره اگه خواستید اطلاع میتونید این لیست رو فقط شما مطالعه کنید. این لیست توی سایت اداره مهاجرت هم هستش.